شیما قاسم دختر 20 ساله که برنده رقابت ملکه زیبایی عراق گردیده از سوی داعش به سکس جهاد دعوت شده است. رقابتی که پس از 43 سال برای نخستین بار در عراق برگزار شد. شیما قاسم پس از پیروزیش در این رقابت میگوید از اینکه عراق رو به پیشرفت از بسیار خوشحالم. این مسابقه به مردم کشورم شادی و لبخند بخشید. ملکه زیبایی عراق تاکید میکند من با وجود مشکلات زیاد در عراق برای اشتراک در این رقابت تلاش کردم و ثابت نمودم که هنوز در عراق زیبارویان باقی مانده است. با این حال اعضای گروه داعش در یک تماس تلفنی شیما قاسم ملکه زیبایی عراق را تهدید کرده است. یکی از شبه نظامیان داعش در این تماس تلفنی از وی خواسته تا به طور داوطلب خود را برای جهاد نکاح به کمپ آنها تحویل دهد. در غیر این صورت در اسارت برده جنسی قرار خواهد گرفت. این دختر زیبای 20 ساله عراقی در حال حاضر در مکان نامشخص پنهان شده تا قربانی هراس افغانان داعش نگردد.